شما چیه؟ حسین؟ نوکرته. ایشون دوست دختر شما؟ فقط نشستن پیش شما؟ پس چرا لم دادی روی آخر این؟ یا حسین یه ذره صاف بشه. ایشون با شما هستن؟ ایشون دوست پسر شما هستن؟ نه این دوست پسرته، نه این، ولی ستایی با همین. چه شهر باحالی. خیلی از شما انرژی خوب میگیرم، واقعا میگم این شهر خیلی من انرژی خوب، همه اینجا خیلی دوستانه بودن و خیلی شما که اصلا با کچه‌وار سفید سرفراز کردید. شما تو تلویزیون اینجا مثلا برنامه داری؟ یاد من می‌بینی از این لس آنجلسیا که نشستن میگن ایران رو من آزاد میکنم، من خاک ایران را به شما میفروشم، کیلویی $5 بخرید تا با پولتان من برم آخوندها رو بکشم پایین و پولا رو میخره میره تریاک میگیره. زنش هستین؟ شما مرد خوشبختی؟ خب شما خیلی جوان‌تر هستین. ایشون قبل از جنگ جهانی اول برادر بزرگه ایشون هستن. چون؟ موهاشو رنگ نکرده. خب موهاشم رنگ بکنه باز تاریخچه وقتی نگاه میکنه چه؟ شوخی میکنم. اصلا میدونی راستش ولی ما یاروش جوک میکنیم، ولی حقیقتا سن هیچ ربطی به اون شمارهه نداره. بستگی داره که وایاگرا احتیاج داری یا نداری. شما اینطوری متوجه بشید. شما این ترجمه میکنی وایاگرا رو برایشون؟ اگه کسی نمیدونه پس نباید بدونه. وایاگرا مامان یه چیزیه که شما میخوری میری ورزشش کم میکنی. اسم شما چیه؟ کیانا. خیلی کیانا شیطونی ها. همه تونم مجردین معلومه. شما هم همینطور؟ شما نیستی؟ من میدونستم. میدونید برای که اصلا زندگی انگار تو وجودت نیست. اینا همه پر از احساسات توی غم عالم تو جونت. حالا کوش پسره کو؟ نیامد؟ ایرانیه؟ نه. اتریشیه؟ نه؟ چیه؟ یعنی وجود خارجی داره؟ توی تصورات بزنید خانمه از یک ورژن دیگه میاد. خب این کشور اسم نداره؟ ایمیجینیشن. نمیخوای بگی دوست پسرته، بگی دوستش نداری؟ باید افتخار بکنی. این از اینا نترس. دختر ایرانی گل. دوست پسرت مال کدوم کشوره؟ کشور همسایه. تو خیلی مشغولی ها. اینجوری عمل کنی پسره میذارتت میره. پسره راحت باش. نمیخوای بگی نمیخوای بگی نمیپرسم. نمیخوای بگی؟ از دبی؟ خب عربه. خوش به حال تو بنده خدا. ماشاءالله. اینا رو نگاه نکن. دودول طلا اون دودول عرب پولدار. اینو نگاه کن. معذب برای چی؟ افتخار کن. به منم معرفیش کن. آقا شما تلفنتو گذاشتی تو جیبت. آقا اینو نگاه کن. Look at this guy's phone. تلفنو گوش بعد روشن میشه پوف. آخه این چه جاییه که میذاری؟ ببین الان نذار لای پات. خدایی نکرده اصلا جای خطرناکه. نمیخونی این آرتیکل که میاد بیرون راجع به تلفن نزدیک جای مهم زندگی. اصلا نیا کن. نه تو نوکرتم اصلا گذاشتی زیر نشستی. اینجا بذاری نوک سینت یکیش صف میشه یکیش نه. تا آخر عمرت اینطوری برنامه. خانومت چه خوشخنده است. همیشه تلفنش لایک باشه؟
آقا یه جا دیگه پیدا کن، یه چیزی بذار اینجا.